اگه این خوابا رو ببینین یعنی ازدواج. قسمت اول. هرچند 100% نمیشه به خواب تکیه کرد، ولی دیدن این خوابها تعبیرش ازدواجه. برداشتن حلقه از حوض، رودخانه و دریا، به شرطی که آب زلال و روشن و خنک باشه. این خواب یعنی ازدواج با فردی مناسب یا آغاز رابطه عاشقانه‌ای که به ازدواج میرسه. اومدن قناری، کبوتر و پرنده های این شکلی به خونه، مخصوصاً اگه پرنده رو تو قفس انداختین. بهترین رنگ ها برای پرنده سفید و صورتیه، یعنی رابطه عاشقانه یا انتخاب مناسب. پوشیدن پیراهن مجلسی و یا لباس عروس. اگه لباس مجلل بود یعنی همسر ثروتمند. لباس زیبا یعنی همسر خوشچهره. پیراهن سفید یا صورتی یا به معنی رابطه عاشقانه است یا انتخاب مناسب. پیراهن قرمز نماد همسر پر انرژی و به احتمال زیاد هوسبازه. پیراهن سبز به معنی همسر مؤمنه. پیراهن آبی یعنی اختلاف نظر با همسر یا جدایی. اگه به کسی علاقه دارین و خواب پیراهن آبی ببینین یعنی یه مانع بزرگ عاطفی وجود داره. همینطور پیراهن توسی، مخصوصاً اگه پاره یا سوخته بود، تعبیرش انتخاب نامناسب یا به هم خوردن رابطه عاشقانه است.